خداوند بخشنده و مهربان، اولا به همه شما عزیزان دین سلام خود را میرسانم و اینچنین با اکای رحیم جان که خدا برکه یاد نمو بو مجبور شدیم که بو انا با برادرو اهل و باید غریبو مراجعت کنیم. این شد جون ما خدا را شکر خیلی ناز با دستگیری شما در نام صدوان موریم اوزی جیگرکش اتاجینش هم خیلی ناخ شدگی سلامتیش هم سوز شدگی یکی شب و روز راستی گپ دستوز بولو نمیرده نمیخه این دست نه پول نمیخه میسته چیلیکو راست نمیشه این دست راست نمیشه توزی یا پو کار کرد شد یا پو نه یا پو مقصد چیلیکو شاخ شدگی یا برد امروزی او هفته بردم انالیزش گفتم نشون دادم در بالنسی همی سنترال مسکو در سرش هم او بود از هم تاثیر داروها از سبب که مقصد همون وقتی که در تاجیکستان جگر فیلتراسیا کرد دادگی تونستگی نه دستهر دادگی هم چند داروهای هم دستهر جمع شدگی و هم از هوای جرکسود این مدت 2 ماه شد و خدا قسم خچکو کنیم شب و روز در بالای که سرکش خو میرد 5 ساعت 4 ساعت بجاوری که 20 منوت خو میرد میکشد بو میخزد بود دستکشم خیلی روست میکنیم این دستکوی میکشیم روست میکنیم. مقصد چی؟ مقصد که یک راه بود است دیگه یگون راه نیست. این مدت 1 سال میبرد گفتم دختر 2 سال میبرد فقط دعا خداوند خودش برای دردکش کم شدن یک راه رحمکشون اومد برکه آمد. یک راه داریم که بلک روف که میکنیم گردنک کشه دستک کشه پاها کشه این شانه ها کشه نیروهای چی میگیم بوتکس در رنگی بعد لاگاپد میخوانیم لاگاپد میکنیم جواشت خوراک خوردن یاد میتن طرز خوراک باز همون نیروها مردگی کشتگی دیگه همون چیزی که نیروهایی که هست همون نیروهایی که باید کار کند کشتگی همون نیروها مردگی دیگه جو به ضرر رسون توزیه همون نیروهای باید مقصد کشیم که همون گوده درد نفهمند بگذار 3 ماه هم باشد 3 ماه بس کرن در کار 8 ماه یک بوریگه خواهش میکنم که 300,000 در کار بوده است. کسی میتوند برادران اهل و بایدون ما با اکای رحیم برکه وقت که مراجعت کردم دیگه یکون راه نیفتم راست دیگه باید بریم سروش نکنیم برای چی که ضرر نه پول نه کار برو آرسن این چیلیکو 3 چیلیک وحشه کار نمیکنه خیلی میخیزه خدا بشکر راه میگرد میرد راه گشتنی که سرش میکلوه خویدن نمیتونه خوردن نمیتونه خب برادرها من همین رو اون که 50% انشالله که ما باوری دارم که باوری داریم گفتم اون وعده میتیم گفتم که او دانش قاق میشه یاد میتیم طرز خوریه دردکش کمتر میشه و با این چنین ما با اکای رحیم جان روی کردم التماس کردم اکای رحیم جان طلا آدم مردم زیده این تلفن هر چی میگدون یگون کس باز من نمیفهمدم من مثل اکای رحیم طلا آدم خدا نگهبانتون عزیزان دل با امید دیدار. سلام علیکم برادر جانا 1 منوت وقتتون میگیرم برادر جانا این لحظه ما در شرکت حاجی فتحالله قرار داریم دوستان عزیز برای ای مسکو با تمام جای تاجیکستان بغیر خوجند و پامیر تمام جای خطلون میبرد دوشنبه فرخار کلوب مسکو است که همادانه ایستش تا 44 چشمه را دوستان عزیز نمره‌ای که در زیر ویدیو میبینین 24 ساعت کار میکنه. از همه شما احتراماً خواهش میکنم زنگ بزنین از نام کانال رحیم پروداکشن گپ زنین سکت دارای میتونن از تمام جای مسکو با نرخ 60 روبل برام براتون بگیرن بیارن. اگر خطون که با انمی جای مکانی که عین حال مال حضور داریم به همینجا بیارین 50 روبل دوستان عزیز مفصل تر به هر یک شما معلومات میتونن نمره که در روی اکران زنگ بزنین یک دستگیر کنین بهترین کار میشود. هزار رحمت کلام با شرکت حاجی فتحالله با پیش رفتیم.